بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما گرامیان و سروران. امیدوارم هر کجا که هستید در سایه الطاف الله متعال موفق و پیروز و سربلند باشید. با شما خوبان و گرامیان هستیم با آیات دیگر از سوره مبارکه بقره و تلاوت این آیات و تدبر در معانی آن. در درس‌های گذشته و در برنامه‌های گذشته به همراه شما گرامیان تا آیه 103 از سوره مبارکه البقره رو پیش رفتیم و در این برنامه هم به همراه شما گرامیان از آیه 104 به بعد آیات دیگری رو به تلاوت خواهیم گرفت و درباره معانی آیات آن با هم تدبری خواهیم داشت. الله متعال در آیه 104 می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم. بعد از این که الله متعال برای ما در آیات گذشته درباره بنی اسرائیل صحبت‌های مفصلی رو مطرح می‌فرماید و بعد از اینکه درباره ادعای باطل آنها در ادعای پیروی از انبیای الهی درباره این ادعا صحبت فرمود و ادعای اونها رو رد کرد و دلایل مختلفی رو برای رد این ادعای اونها مطرح نمود، من جمله کشتن انبیای الهی، من جمله دشمنی با آنها، من جمله حتی متهم کردن پیامبران الهی به کفر، به مانند آنچه درباره سلیمان علیه السلام انجام خواندند و اون رو متهم کردن به کفر و شرک و دشمنی که اینها با انبیای الهی داشتن. هر پیامبری می آمد، خوششان می آمد قبول می کردن، اگه خوششان نمی آمد با به طبع آنها صحبت نمی کرد، یا او رو می کشتن یا او رو تکذیب می کردن یا اینکه او رو متهم می کردن. الله متعال در ادامه برای ما در آیه 104 اولین خطاب به مؤمنان، به مسلمانان رو مطرح می فرماید با این تعبیر که یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده، یا ایها الذین آمنوا. این اولین خطاب به مؤمنان، خطاب به مسلمانان در قرآن کریم است. یا ایها الذین آمنوا. خود کلمه یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، از لحاظ دستور زبان عربی گرچه تعبیر آمنو الذین آمنو برای مذکر استفاده می شود، یعنی اینکه کسانی که جنس مرد هستند، جنس مرد، و مردها در ادبیات عربی هر چیزی که برای مردها استفاده می شود میگن مذکر، مرد رو میگن مذکر، زن رو میگن مؤنث. و ما فعل و ضمیری که برای مرد استفاده می شود با فعل و ضمیری که برای زن استفاده می شود در عربی فرق میکنه. ما در فارسی بین مرد و زن فرقی نیست، یعنی به مرد میگوییم تو، اگر خطاب قرار بدیم به زن هم میگیم تو. کلمه‌ای که استفاده میکنیم مثلا تو رو برای مرد هم استفاده میکنیم، برای زن هم استفاده میکنیم. اما در عربی اینطور نیست. برای مرد انت میگن، برای زن انت میگوین. مثلا یک تفاوت زیادی است در حتی فعلی که استفاده میشود. ما در فارسی میگوییم رفت و برای مرد هم برای زن هم، یعنی مرد رفت، آن مرد رفت، آن زن رفت. در عربی اینطور نیست. در عربی برای مرد یک تعبیر استفاده میشود، ذهب، رفت. برای زن نمیگن ذهب، میگن ذهبت، یک ت بهش اضافه میکنن که یعنی او رفت. این در فعلها، در ضمیرها مرد با زن فرق میکنه، یعنی مذکر با مؤنث. ما تعبیر مذکر داریم و تعبیر مؤنث.
اما جاهایی که هم مرد است هم زن شما میخواید خطاب قرار بدی، وقتی که خطاب به یک مجموعه است که هم مردها هستند هم زنها هستند، آنجا کلماتی استفاده میشه در عربی که برای جمع مرد استفاده میشود. مثلا اینجا یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید. الذین برای مرد استفاده میشه، آن مردهایی که، آمنو هم همچنین برای مرد استفاده میشه، ایمان آورده اند، آن مردهایی که ایمان آورده اند. تحت لفظی می شود ای مردهایی که ایمان آوردید. اما این برای کسی که ناآگاه باشد از ادبیات عرب همچین تعبیری رو همچین ترجمه میکنه، ای مردهایی که ایمان آوردید. اما کسی که مطلع باشد از ادبیات عربی اینطور ترجمه نمیکنه. یا ایها الذین آمنو به معنای ای کسانی که ایمان آوردید، چه مردها چه زنها. در عربی وقتی که میخوان یک مجموعه ای رو خطاب قرار بدن که در میان آنها مردها هم هستند زنها هم هستند، فعلی که استفاده می شود، ضمیری که استفاده می شود ضمیر مرد است. کلمه تعبیری که استفاده میشه برای مذکر استفاده میکنن، تعبیر مذکر استفاده میشه. این قانون جزء دستور زبان عربی است و اتفاق نظر وجود داره بین همه کسانی که در دستور زبان عربی آشنایی دارن، همه ائمه لغت عرب، ادبیات عرب، کسانی که به عنوان امام حساب میشوند امثال سیبویی و دیگران، در کتاب‌های خود این موضوع رو ذکر کردن که در زبان عربی وقتی که شما یک جمعی رو خطاب قرار بدهید که در اون هم مردها باشن هم زنها باشن، تعبیر مذکر استفاده میشه، تعبیری که برای مردها استفاده میشه. چرا؟ چون در خود ادبیات عرب وقتی که میخوان یک تعبیری برای زن استفاده بکنن، همون تعبیری که برای مرد استفاده میشه رو میارن و آخرش یک صفتی از صفات مؤنث استفاده میکنن و اضافه میکنن از نشانه های مؤنث، چه در فعل چه در ضمیر و در جاهای دیگر. مثلا خود همین موضوع صفاتی که ما استفاده میکنیم، صدیق برای مرد استفاده میشه، وقتی میخوان این رو برای زن استفاده بکنن یک تای گرد آخرش میآورن، صدیقه. صدیق مثلا ما برای ابوبکر صدیق میگیم ابوبکر صدیق، عایشه صدیقه، آخرش یک تا اضافه میشه. در از همون تعبیر صدیقه همون در از صدیق بوده که یک تای مؤنث استفاده شده آخرش آمده. از اونجایی که برای مؤنث شدن یک فعل هم، یک ضمیر هم، یک اسم هم، ما میایم چیکار میکنیم؟ اصل مذکر رو مورد نظر قرار میدیم، علائم تأنیث رو بهش اضافه میکنیم. به همین خاطر در ادبیات عربی اصل در لغت، اصل همون کلمه مذکر است، ریشه اون کلمه مذکر است. و حتی معروف است که وقتی مثلا برای یک شیئی که مشخص نیست این مذکر است یا مؤنث است میگن شیئون، شیئون یک شیئی هست. خود همین کلمه شیء، خود شیء مذکر است، یعنی خود کلمه شیء، شین همزه و یا، شیء در شین یا و همزه، این در عربی خودش کلمه مذکری است که برای یک شیء استفاده میشه که مشخص نیست مذکر است یا مؤنث، برای اون مذکر استفاده میشه. خلاصه بحث این است که طولانی نکنیم صحبت رو. یا ایها الذین آمنو، درسته که خطاب در لغت ظاهرا کسانی که ناآگاه هستن فکر میکنن برای مرد هاست، ولی نه، خطاب برای هم است، برای هم مرد هم زن. این خطاب همه رو در بر میگیره. این خطاب یا ایها الذین آمنو فقط برای مردها نیست. وقتی که همه مرد و زن مراد باشن یا ایها الذین آمنو میآید. وقتی که فقط مردها باشن تعبیر للرجال میآید. وقتی فقط زنها باشن للنساء میآید. تعبیرهای ما داریم که برای زنها خاص زنها استفاده شده و احکام زنان و آنچه که مرتبط به زنها هست تعبیرهای خاص اونها استفاده شده. آنچه هم که مردها استفاده میشد خاص مردها است، تعبیرهای خاص مردها استفاده شد. آنچه برای عموم استفاده میشد یا ایها الذین آمنو میآید. و اونو به خاطر این ذکر کنیم که برخی متاسفانه از کسانی که ادعا میکنن روشن فکر هستن و به دنبال این هستن که فکر میکنن مخالفین اسلام تناقضی در قرآن وجود دارد و نقد بکنن قرآن کریم رو، میآیند از روی ناآگاهی و جهالت به ادبیات عرب و ادبیات قرآن کریم میگن قرآن برای مردهاست فقط، چون هر جا که میگوید یا ایها الذین آمنو الذین آمنو برای مردهاست. این نشانه ناآگاهی و جهل و نادانی آنها نسبت به زبان عربی است که از ابجدیات زبان عربی ناآگاه هستند و بعد ادعا میکنن که قرآن رو نقد میکنن و این دیگه از اون مواردی است که فقط باید خندید بان و جواب دیگری نمیشه داد، چون از مسلمات ادبیات عرب است که وقتی جمعی باشن مذکر استفاده میشه تعبیر. یا ایها الذین آمنو، ما در قرآن کریم 89 مرتبه این تعبیر رو داریم که تکرار شده است. یا ایها الذین آمنو
خطاب به اهل ایمان، ای مؤمنان، ای مردهای مؤمن و ای زنهای مؤمن. یا ایها الذین آمنوا 89 مرتبه در قرآن کریم این تعبیر استفاده شده و این اولین تعبیر است. اولین باری که الله متعال در قرآن کریم مؤمنان رو خاص خطاب قرار می‌دهد، مردان و زنان آنها را اینجاست. و آخرین باری که باز در قرآن کریم الله متعال مؤمنان رو خطاب قرار می‌دهد، مردان و زنان رو، در آیه 8 سوره مبارکه تحریم است که آنجا الله متعال می‌فرماید در پایان جزء 28 آخرین صفحه جزء 28 که الله متعال می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا. ای کسانی که ایمان آوردید، ای مردان و زنان مؤمن، خالصانه جانانه توبه کنید، به سوی الله متعال برگردید. و جالب است اولین خطاب مؤمنان در قرآن کریم یا ایها الذین آمنوا موضوعی است که مرتبط به ادب و رفتار با رسول صلی الله علیه و سلم رو به آنها یاد می‌دهد. در اولین یا ایها الذین آمنویی که در قرآن کریم آمده، الله متعال یک درس تربیتی و یک درس بسیار مهم در چگونگی تعامل با رسول الله صلی الله علیه و سلم رو به مؤمنان یاد می‌دهد که با پیامبرتان، با کلام او، با آنچه که از ایشان به شما رسیده است چگونه رفتار بکنید. در برابر پیامبرتان چگونه ادب و احترام رو رعایت بکنید. اولین چیزی که ما یاد می‌دهد ادب و احترام در برابر پیامبر ماست، چون پیامبر است که ما دین رو یاد می‌دهد، چون اوست که معلم این امت است. اولین چیزی که ما یاد می‌دهد ادب در برابر رسول الله صلی الله علیه و سلم است. و بعد از اون در 89مین یا ایها الذین آمنویی که در قرآن کریم ذکر می‌شود، در رحمت الله در پایان ندای یا ایها الذین آمنو از مؤمنان می‌خواهد که توبه خالصانه انجام دهند. در ابتدای رو از ما می‌خواهد ادب داشته باشیم در تعامل با رسولمان، با پیامبرمان، با رهبرمان، با اماممان، با قائدمان، با تاج سرمان، با کسی که نور چشم ما در دنیا و آخرت است، تا بتوانیم از راهنمون‌های او استفاده بکنیم. و در پایان ما رو دعوت به توبه می‌کند، به اصلاح می‌کند، به بازگشت می‌کند، به استغفار خواستن از الله متعال می‌کند. و این خودش یک نکته بسیار جالب و قابل تأملی است در خطاب ایمان در قرآن کریم یا ایها الذین آمنوا. در ادامه الله متعال می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. بسیار عجیب است اینجا این آیه. ای کسانی که ایمان آوردید نگویید راعنا. این تعبیر رو استفاده نکنید. کلمه راعنا را استفاده نکنید. این چیز که الله متعال در همین ابتدای قرآن کریم در اولین خطاب به مؤمنان اونها رو منع میکنه از اینکه این تعبیر رو استفاده بکنن. تعبیر راعنا. این راعنا چی بود؟ راعنا چیز که الله متعال اونها رو منع میکنه. نگید راعنا. راعنا. تعبیر راعنا تعبیری است که از مراعات می آید. در زبان فارسی خودمون به تعبیر ساده تر از رسول الله صلی الله علیه و سلم یاران ایشان می‌خواستند. بعضی وقتا که رسول الله علیه و سلم شروع می‌کردن به درس، تعلیم و تبلیغ برای یارانشان، یاران به خاطر اینکه بهتر درک بکنن کلام رسول علیه و سلم رو و بهتر متوجه بشن کلام ایشان رو میگفتن یا رسول الله راعنا راعنا، یا رسول الله راعنا، ما رو مراعات کن، یا رسول الله ما رو دریاب، ما رو دریاب. یعنی مقداری آرامتر یا رسول الله صلی الله علیه و سلم. و تعبیر دیگری که باز برخی از مفسرین استفاده کردن این هست که اونها منظورش این بود که یا رسول الله ما رو دریاب، ما رو مواظب ما باش، یا رسول الله ما رو رعایت حال ما رو بکن که ما بتوانیم آنگونه‌ای که شایسته است از کلام شما استفاده بکنیم، یا رسول الله راعینا. یعنی تعبیری بود که تعبیر سالمی بود. صحابه وقتی که استفاده میکردن این تعبیر رو، این تعبیری بود که مشکلی در خود تعبیر وجود نداشت. رعایت حال ما رو بکن. ما در همین باب کلمه راع، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیت رسول الله علیه و سلم فرموده همه شما راع هستید. راع به معنای اینکه سرپرست، به معنای مراقب، و هر کدام مسئول اون کسانی هستید که مراقبت اونها رو به عهده دارید. به همین خاطر در زبان عربی چوپان رو هم راعی میگن، راع الغنم، کسی که نگهبانی میدهد، مراقبت میکند از گوسفندان. تعبیر راعینا تعبیری بود که ظاهر تعبیر مشکلی نداشت. یعنی آنچه که صحابه استفاده میکردن بی‌ادبی در این تعبیر نبود. یا رسول الله رعایت حال ما رو بکن، ما رو دریاب، یا رسول الله، یا رسول الله ما رو دریاب. اما این تعبیر
از آنجایی که یک معنی دیگر هم میشد از او برداشت کرد. یک کلمه دو پهلو بود. کلمه دو پهلو بود. احتمال این وجود داشت که معنای دیگری از او برداشت شود در زبان عربی از کلمه رعونه به معنای حماقت و نادانی. رائنا نعوذ بالله از اون برداشت نادرستی هم میشد به معنای نادان ما، احمق ما. و این برداشت نادرست رو از اونجایی که این برداشت نادرست از این میشد و یهودیانی که در مدینه بودند آنها از اونجایی که دشمنی با رسول الله صلی الله علیه و سلم رو داشتن پیوسته، آنها به دنبال فرصتی میگشتند که رسول الله علیه و سلم رو تحقیر بکنن و توهین بکنن. آنها در محفل‌های خصوصی خود به رسول الله علیه و سلم دشنام میدادند، اهانت میکردند، توهین میکردند، اما جرئت نمی‌کردند در برابر رسول الله صلی الله علیه و سلم چیزی بگویند. از یارانشون می‌ترسیدند، از خود رسول الله علیه و سلم می‌ترسیدند، جرئت نمی‌کردند توهین بکنند. تا اینکه این کلمه رو شنیدن، راعینا. صحابه میگن راعینا، یا رسول الله راعینا. راعینا مفسرین گفتن، برخی از مفسرین این رو اشاره کردن که در زبان عبری راعینا یک فحش حساب میشد. راعینا یک فحش حساب میشد، یعنی در زبان آنها یک فحش حساب میشد. و برخی ترجمه های هم کردن که برخی گفتن که معنای این بود که کور بشوی و نبینی و تعابیر دیگری که استفاده کردن. علی کل حال، حالا هر چیزی که بوده است یک دشنامی در زبان عبری به حساب می آمد. برخی گفتن که نه، اونها همون زبان عربی رو منظور می گرفتن از این تعبیر راعینا، اون رعونت یا نعوذ بالله حماقت و نادانی رو مراد می گرفتن از این تعبیر راعینا که یک لفظ دو پهلو بود، میشد اون معنا رو هم برداشت کرد. و بعد می آمدن و جلوی رسول الله صلی الله علیه و سلم می گفتن یا محمد راعینا. وقتی که این تعبیر رو می گفتن می خندیدن بین خودشان و بین خودشان خوشحال بودن، می گفتن ما تا دیروز محمد رو مخفیانه دشنام می دادیم، الان علنی جلوی او را دشنام می دهیم و یاران او هم نمی توانند چیزی به ما بگویند. سعد بن معاذ رضی الله عنه از این موضوع مطلع شد و رفت اونها رو تهدید کرد. گفت والله قسم اگر ببینم یک بار دیگر شما این تعبیر رو در برابر رسول علیه السلام استفاده می‌کنید، سر شما رو خواهم زد. سعد بن معاذ عبری بلد بود و سعد بن معاذ رضی الله عنه سردار طایفه اوس از کسانی بود که با یهودیان بنی قریظه اینا هم پیمان بودن و قبل از اسلام و زبان عبری رو بلد بود. اینجا بود که وقتی که سعد بن معاذ رضی الله عنه به اونها شکایت کرد و گفت که اگر این تعبیر رو دوباره استفاده بکنید گردن شما رو خواهم زد، اونا گفتن مگر خود شما یاران محمد استفاده نمی‌کنید؟ خود شما میگید راعینا. وقتی شما استفاده می‌کنید اشکالی ندارد، اگر ما گفتیم راعینا برای ما اشکال دارد. خب اشکال در این بود که یاران می‌دانستند که منظور یهود اون راعینایی که صحابه استفاده می‌کنن نیست. صحابه وقتی میگن راعینا، یا رسول الله رعایت حال ما رو بکن، ما رو دریاب، مواظب ما باش یا رسول الله. منظورشان این بود. اما منظور یهود اگر به زبان خودشون بوده باشه دشنام بود، اگر به زبان عربی بوده باشه باز معنای دوم رو مراد می‌گرفتن و معنایی که نعوذ بالله به حماقت و نادانی مرتبط می‌شد. به همین خاطر اونها می‌خندیدن بعد از او. از اونجایی که این لفظ دو پهلو در زبان عربی یا تشارک این لفظ، مشارکت این لفظ با یک زبان دیگر با معنای دیگر سبب شده بود تا یهود سوء استفاده بکنه از این تعبیر دو پهلو که معنی مختلفی داشت. رسول الله صلی الله علیه و سلم رو این گونه یهود خطاب قرار میداد و میخندید. این آیه نازل شد ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. ای مؤمنان از این پس نگویید راعینا. با وجود اینکه این لفظ از زبان شما وقتی خارج می شود کلام درستی است، هم نیت شما نیت درستی است، هم تعبیری که استفاده می کنید و اون نیتی که شما دارید دقیقاً همون رعایت حال ما را بکن و ما رو دریاب، مشکلی در این وجود ندارد. اما چون یهود از این لفظ سوء استفاده می کنند و لفظ دو پهلویی است، حق ندارد دیگر این کلمه را استفاده بکنید. لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا. به جای راعنا بگویید انظرنا، ما رو ببین. انظرنا از نظارت میاد، از نگاه کردن میاد. یا رسول الله انظرنا، ما رو نگاه کن، ما رو ببین. یا رسول الله ما رو ببین. این تعبیر رو استفاده کنید. دیگه این تعبیر جایی برای سوء استفاده نداشت. این تعبیر دیگر جایی برای سوء استفاده نداشت که برداشت دیگری از این بشود. به همین خاطر
الله متعال من کرد صحابه خود رو و صحابه رسولش رو، صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم رو من کرد از اینکه لفظی برای رسول الله علیه و سلم استفاده بکنن که دو پهلو باشد تا نشود خدایی نکرده سوء استفاده بشود از این تعبیر و در غالب این تعبیر اهانتی به رسول الله علیه و سلم صورت بگیرد از طرف یهود. کلمه‌هاش اگر صحابه رسول الله علیه و سلم نیت سوء استفاده و یا نیت بی احترامی و بی حرمتی به رسول صلی الله علیه و سلم را می داشتن، کلمه‌هاش الله متعال این لفظ رو منع کرد تا یک لفظی که در ظاهر مشکلی نداشت منع شد تا آن معنای بدی که از این لفظ نزد برخی برداشت میشد دیگر استفاده نشود. در این باب به همین خاطر فقها یک بابی رو باز کردن در بحث فقه به نام سد ذرائع، سد و ذرائع، سد کردن و بستن هر چیزی که وسیله‌ای برای یک امر ناجایز می شود و یک باب بسیار مهمی در فقه در این باب بحث می شود و مطرح می شود. موضوعات بسیار مهم رو فقها در این باب مطرح کردن که بعضی وقتها یک امر حلال و یک امر مباح و یک کار جایز ممنوع می شود به خاطر اینکه به یک کار ناجایز نینجامد. مثلا کار ساده ترش اینه که شما وقتی انگور میفروشید، اگر شما بخواید انگور بفروشید، شما انگور فروختن، خب انگور خوردن انگور، فروختن انگور هیچ مشکل شرعی ندارد. اما وقتی شما این انگور رو به کسی میفروشید که میدانید او شراب درست میکند، مشروب درست میکنه، اینجا دیگه شما حق ندارید به این آدم انگور بفروشید و فروختن انگور به این شخص برای شما حرام است. اینجا فروختن انگور برای شما حرام است. چرا؟ چون شما سبب کمک کردن به یک گناه میشوید. و تعاونوا علی البر و التقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. شما همکاری نکنید با یک گناه، همکاری نکنید با یک اسم. در گناه و در الله متعال میفهمند در تقوا و در نیکی همکار هم باشید، اما همکار گناه، همکار معصیت، همکار تعدی و تجاوز و قتل نباشید. در جایی که گناه شما هم مشارکت نکنید، گناه رو یاری نکنید. و همین خاطر ما مثال‌های زیادی رو در این باب فقها زدن و آیات مختلفی رو هم ذکر میکنن. مثلا الله متعال در سوره مبارکه انعام میفرماید ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم. شما بت‌های مشرکین رو اهانت نکنید با آنها تا آنها هم ندانسته بر الله متعال اهانت نکنند. شما معبودهای باطل اونها رو اهانت نکنید تا نشود که اونها بر الله متعال اهانت بکنن. اینجا در حالی که خود حتی شکستن بت‌های اونها، زیر سوال بردن بت‌های اونها شرعاً مشکلی ندارد، حتی شکستن بت مشکلی ندارد و ابراهیم علیه السلام بزرگترین بت‌شکن تاریخ داستانش به تفصیل در قرآن کریم ذکر می‌شود. اما آنجا به خاطر سد ذرائع، به خاطر بی حرمتی به الله متعال صورت نگیرد، اون موضوع مطرح میشه و کتب فقهی در این باب بسیار مفصل صحبت کردن. باب سد ذرائع احیانا یک امر مباح و یا جایز ممنوع اعلام می‌گردد به خاطر اینکه نتیجه او یک گناه نشود، یعنی به منجر به یک گناه نشود. اینجا دقیقاً الله متعال یاران رسول صلی الله علیه و سلم رو در یک درس تربیتی بسیار مهم با اونها یک نکته بسیار مهم رو یادآوری می‌کند در اولین خطاب قرآنی که در رفتار با رسول الله علیه و سلم چنان دقت باید بکنید، چنان باید با ادب رفتار کنید، چنان محترمانه رفتار کنید که حتی کلماتی که شاید از این تعبیر سوء استفاده بشود، برداشت نادرستی بشود رو در شأن رسول علیه و سلم استفاده نکنید. هر تعبیری که از او برداشت نادرستی می شود در مسائل اعتقادی، در مسائل عبادی، در رفتار، باید از او پرهیز کرد. انقدر این درس مهمی است. حتی کلمه‌ای که ظاهرش خوبه اما احتمال داره برداشت نادرستی بشه درباره پیامبرتون نباید استفاده بکنید. چه برسد اینکه خدای نکرده کلمه‌ای احترامی باشه، بی حرمتی باشه. به یک درس بزرگتری است برای کل امت اسلامی که شما دقت کنید وقتی کلامتون رو منعقد میکنید، قبل از اینکه سخن بگویید فکر کنید چه میگویید. آنچه که میگویید رو اول بیاندیشید، ببینید کلام نادرستی نباشد. و قل لعبادی یقولوا التی هی احسن. پیامبر من به بندگان من بگو بهترین کلام رو انتخاب بکنن. و قولوا للناس حسنا. ما از در آیه 83 همین سوره داریم که الله متعال فرمود خطاب به کل جامعه انسانی وقتی که صحبت میکنید و قولوا للناس حسنا، با همه انسان ها
به نیکی صحبت بکنید، به خوبی صحبت بکنید، کلماتتون رو انتخاب بکنید. کلمات بسیار مهمن. انتخاب کلمه بسیار مهم است که انسان در کلماتی که انتخاب میکند با دیگران صحبت میکند کلمه درست انتخاب بکنه که قلب کسی را نشکند، او را ناراحت نکنه، اهانتی به کسی نباشد، توهین به کسی نباشد. و در برابر رسول الله علیه السلام خصوصا باز مسئله بسیار بالاتر و بالاتر و بالاتر می رود. ادب در برابر رسول الله علیه السلام را رحمت اینجا به ما در قدم اول به صحابه ایشان و بعد از اون به ما میگوید که شما مؤمنان در برابر پیامبرتان به مانند کسانی نباشید که با موسی علیه السلام بی احترامی میکردن، بی ادبی میکردن و به مانند او با مانند پیروان موسی علیه السلام در زمانش و کسانی که بعد از او آمدن با پیامبران الهی چه رفتارهای زشتی کردن، تهمت‌ها زدن، اهانت‌ها کردن، اونها رو زدن، کشتند. شما به مانند اونها نباشید. شما قدر پیامبرتان را بدانید، با او با ادب رفتار کنید. و در آیات دیگری از قرآن کریم ما داریم لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. شما وقتی که رسول الله علیه السلام رو میخواهید صدا بکنید، اینطور نباشد که ندایی که برای ایشون استفاده میکنید به مانند ندایی باشه که بین خودتون دارید. نگویید به رسول الله علیه السلام یا محمد، همونطور که بین خودتون هم دیگر صدا میکنید یا رسول الله یا نبی الله. و حتی الله متعال در قرآن کریم وقتی با رسول الله علیه السلام محمد مصطفی رو ندا کرده است، با وجودی که دیگر انبیا رو با یا آدم یا ابراهیم یا موسی یا عیسی یا یحیی همه اینها رو ما در قرآن کریم داریم، یا زکریا یا سلیمان و یا داوود، اینها تعابیری هستند که در قرآن کریم استفاده شده است. و نسبت به محمد مصطفی علیه السلام یا محمد گفته است یا رسول الله، یا ایها النبی، یا ایها الرسول، یا ایها المدثر، یا ایها المزمل. اون جاهایی هم که نام محمد مصطفی علیه السلام آمده باز با تعبیر رسول است. محمد رسول الله، ما كان محمد ابا احد من رجالك ولكن رسول الله و ما محمد الا رسول. همیشه نام رسول الله صلی الله علیه و سلم، نام زیبای محمد همیشه همراه با لفظ رسول یا نبی آمده است در قرآن کریم و الله متعال ایشون رو یا ایها النبی یا ایها الرسول یاد کرده است. اینا همه تعابیری است که به ما یاد میدهد در برابر رسول الله علیه السلام ادب رو رعایت بکنیم، کلماتی که استفاده میکنیم، تعابیری که استفاده میکنیم. و همچنین نسبت به صحابه الله متعال در آیه فرمود لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. وقتی پیش رسول الله علیه السلام صحبت میکنید صداتون رو بالاتر از صدای پیامبر نبرید و روی حرف پیامبر حرف نزنید، روی کلام رسول الله کلام نیاورید. وقتی حدیث رسول الله علیه السلام ثابت شد که این حدیث صحیح رسول الله علیه السلام است، روی کلام رسول دیگه کلام دیگری نیاورید. تمام. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمره. ما برای یک انسان مؤمن، برای یک زن مؤمن، یک مرد مؤمن مسلمان شایسته نیست وقتی که الله و رسول یک امری رو ثابت شد که از الله و رسول یک امری در یک موضوعی آمده است که دیگر خود را در پذیرش یا عدم پذیرش او مختار بدانند، قبول بکنیم یا قبول نکنیم. و ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. اینجوری نباید باشه که خود رو مختار بدن. حالا اینم حدیث است، ببینم با عقل من جور در میاد یا جور در نیاد. الله متعال ما رو من کرد از این و فرمود که ایها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. کلمه استفاده نکنید که در او دو پهلو باشد و اهانتی به پیامبرتان بشود. و قولوا انظرنا واسمعوا. بگویید که ما رو ببین یا رسول الله. واسمعوا. و همچنین واسمعوا و بشنوید. بشنوید نفهمید چی بشنوید، به صورت عام ذکر کرد. هر چیزی که رسول الله علیه السلام به شما دستور میدهد اطاعت کنید. هر آنچه که شما از آن منع میکند آن را شما دوری بکنید. ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. در ادامه الله تعالی فرمود وللکافرین عذاب الیم. برای کافران عذاب بسیار دردناک است. وللکافرین، اینجا در پایان آیه وقتی کلمه کافرین رو ذکر کرد اشاره به کفر، مراد همون یهودیانی هستند که می آمدن و این کلمات رو، کلمه راعنا رو با تعبیر دیگری لیم به السنتهم، علامتان میفهمد که اونها می اومدن و زبان خود را می چرخوندن و تعبیر دیگری استفاده میکردن. حتی یهودیان وقتی می آمدن با رسول الله علیه السلام سلام بکنن، به جای بگن السلام علیکم میگفتن السلام علیک، یا به جای السلام علیکم میگفتن السلام علیکم، یا السلام علیک میخواد به جای اینکه بگن میگفتن السلام علیک. سام به معنی مرگ است، به جای بگن السلام میگفتن السلام علیک. و معروف است یک روز یک یهودی آمد پیش رسول الله علیه السلام
و گفت السلام علیک. ام المؤمنین عایشه آنجا بود، گفت و علیک السلام و لعنه. ناراحت شد مادر عایشه و فرمود مرگ بر تو باد و لعنت الهی بر تو باد. و بعد رسول علیه السلام گفتن که عایشه آرام باش. گفت مادر فرمود که یا رسول الله نشنیدید به شما چه گفت؟ رسول الله فرمود من شنیدم، من گفتم و علیک و بر تو هم. اما جوابش رو دادم، اما دیگه تو عصبانی شدی، لعنت رو اضافه کردی با این موضوع. و در تعامل یهود با رسول علیه السلام از کوچکترین فرصتی استفاده می‌کردند که به رسول علیه السلام دشنامی بدهند، اهانتی بکنند، تحقیری روا دارند. به همین خاطر الله تعالی فرمود ولیل کافرین، این یهودیان کافر، ولیل کافرین عذاب علیم، عذاب بسیار دردناکی دارند. علیم یعنی دردناک، از علم میآید. جزا از جنس عمل است. آنجایی که اونها میگفتند و میخندیدند و شادمان میشدند، الله متعال فرمود خب شما اینجا میایید و آینان میگویید و میخندید و شادمان میشد، میگویید ما الان علنی به محمد اهانت میکنیم و توهین میکنیم، باشد روز قیامت چنان عذاب دردناکی به شما بچشانم، چنان دردی به سراغ شما بیاید که این شادمانی رو فراموش بکنید. اینجا شاد بودن، آنجا درد میکشن، ضد هم. عذاب ضد آن کاری است که آنها انجام دادن. ولیل کافرین عذاب علیم. در ادامه الله متعال برای ما میفرماید که این عده هیچ وقت خیرخواه شما نیستند. این آیه بسیار آیه مهمی است. آیه‌ای که کلام الله متعال است و برای فهم دوست و دشمن بسیار نیاز است که ما امت اسلامی این آیه رو با دقت بخوانیم و آیاتی که در این باب در قرآن کریم ذکر شده است. برای بسیاری از دولت مردان ما، بسیاری از سیاست مداران ما، بسیاری از روشنفکران ما، بسیاری از جوانان جامعه ما، خصوصا قشر تحصیل کرده ما که همیشه این صحبت رو مطرح میکنن که ما بالاخره افراط نباید بکنیم، گمان میکنند که اونها دشمن رو خوب شناختند، اما متاسفانه کلامی رو بر زبان می آورند که مخالف با کلام الله متعال خالق انسان هاست. کلامی رو مطرح می کنند که در تعامل با دشمنان اسلام که این کلام مغایر با آن چیزی است که الله متعال مطرح کرده است. هیچ کسی از الله متعال مهربانتر به بندگان او نیست. هیچ کسی از الله متعال آگاهتر به حال بندگان او نیست. و هیچ وقت الله متعال بد مؤمنان و مسلمانان را نمیخواهد. به همین خاطر الله متعال برای آنها این آیات رو مطرح کرده تا اونها رو بفهماند، تا دشمن رو خوب بشناسند، تا بدانند که کسانی که در برابر اونها قرار گرفتن چه کسانی هستند. الله متعال در 105 سوره مبارکه بقره میفرماید ما یود الذین کفروا، ما یود دوست ندارند، ما یود دوست ندارند، الذین کفروا کسانی که کافر شدند، ما یود الذین کفروا من اهل الکتاب دوست ندارند کسانی که کافر شدند از اهل کتاب، کسانی که از اهل کتاب کافر شدند. ما یود الذین کفروا من اهل الکتاب، تعبیر دیگر ما یود الذین کفروا من اهل الکتاب دوست ندارند کسانی که کافر شدند چه اهل کتابشون ولی المشرکین و نه مشرکان هم این رو دوست ندارند. نه اهل کتاب دوست دارند نه مشرکان دوست دارند، این رو دوست ندارند. ما یود الذین کفروا کسانی که کافر شدند. الله متعال ابتدا کفر رو ذکر میکنه. اینها کافر شدند، اینها کافر هستند، اینها قبول نکردن توحید رو، قبول نکردن قرآن رو، قبول نکردن رسالت محمد مصطفی علیه السلام رو، به همین خاطر کافر شدن. و دوست ندارن کافران از هر دو نوعشان، چه کافران اهل کتاب مسیحیان و یهودیان، چه کافرانی که اهل کتاب نیستن، غیر اهل کتابن و قرآن اونها رو مشرکین یاد میکنه و اهل کتاب هم اونها رو به عنوان مشرکین یاد میکردن. چه اهل کتاب چه مشرکین اینجا بیشتر در این آیه تعبیر کسانی بود در زمان رسول علیه السلام که در قریش زندگی میکردن، در طایفه قریش در مکه و به نام مشرکین یاد میشدن و جنگ‌های با رسول صلی الله علیه و سلم رو بیشتر اینها مدیریت میکردن. الله متعال برای ما اینجا میفرماید ما یود الذین کفروا من اهل الکتاب ولا المشرکین، ما یود الذین کفروا من اهل الکتاب دوست ندارند کسانی که کافر هستند، چه
اهل کتابشان چه مشرکین، چه اهل کتاب و چه مشرکین، اینها هرگز دوست ندارن. چی رو دوست ندارن؟ ایونزل علیکم من خیر من ربکم، اینها دوست ندارن که نازل شود بر شما من خیر، هیچ خیری، من ربکم، از جانب پروردگارتان. مشرکان و اهل کتاب، مسیحیان، یهودیان، مشرکان هرگز دوست ندارن که هیچ خیری از سوی الله متعال به شما برسد. ما یود، این مایی که اینجا آمده نافیه با تنوینی که در خیر است، من خیرن نافیه. وقتی که نکره، این خیرن تنوینش تنوین نکره است. وقتی که نکره در سیاق نفی یا نهی یا استفهام بیاید، یفید العموم، به معنای عموم است، یعنی هیچ خیری. ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم. اینجا الله متعال به ما این موضوع رو میفهماند و بیان می‌دارد که ای مسلمانان، ای مؤمنان، خوب متوجه باشید و این موضوع رو درک بکنید که نه مسیحیان، نه یهودیان، نه مشرکینی که موحد نیستند و مخالف شما هستند در اعتقاد با شما، هیچ کدام از اینا، هر سه دسته اینها نمیخوان که هیچ خیری از سوی الله متعال به شما برسد. اینها خیرخواه شما نیستند. این دقت بفرمایید. عزیزانی که فریب شعارهای یهودیان و مسیحیان و مشرکان رو میخورن، این آیه رو خوب مد نظر داشته باشید. الله متعال میفرماید هیچ مسیحی، هیچ یهودی، هیچ مشرکی نمیخواد که هیچ خیری به شما برسد. ما یود الذین کفروا، نمیخوان، دوست ندارن کسانی که کافر شدن. من اهل الکتاب، من بیانی است. اینجا تعبیر راجح این است که من بیانی است به استناد آیات فراوانی دیگر از قرآن کریم. ما یود الذین کفروا من اهل الکتاب، دوست ندارن کسانی که کافر شدن که همان اهل کتاب هستند، چه نوع اهل کتابشان چه مشرکینشان. مسیحی، یهودی، مشرک نمیخواد هیچ خیری به شما برسد از سوی پروردگارتان. هیچ خیری نمیخوان به شما برسن. اینها خیرخواه شما نیستن. اینها خیر شما رو نمیخواهند. اینها هیچ وقت نمیخوان شما به جایی برسید. نه خیر دنیای شما رو میخوان، نه خیر آخرت شما رو میخوان. جا داره که ما فریب نخوریم به شعارهای دهن پرکن اینها. کسانی که فریب شعارهای غرب رو خوردن، مسیحیان، یهودیان و مشرکین که الله متعال میفهمند اینها هیچ وقت هرگز خیرخواه شما نیستند. در همین سوره در آیه 120 الله متعال میفرماید ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هرگز یهودیان و همچنین مسیحیان از تو راضی نمیشوند ای مسلمان تا وقتی که تابع ملت آنها نشوی، تا وقتی تو هم مثل آنها کافر نشوی، تا وقتی که به دین آنها در نیایی، تا وقتی که تو هم از مسیر توحید خارج نشوی و مثل آنها بگردی، اونا هرگز از تو راضی نمیشوند. در سوره مبارکه مائده آیه 51 میفهمد یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. ای کسانی یهودیان مسیحیان رو به دوستی نگیرید. بعضهم اولیاء و بعض، اونها برخی و برخی دوست میشوند. و من یتولهم منکم فانه منهم. اگر کسی از شما با یهودیان با مسیحیان دست دوستی داد، او هم یکی از آنهاست. اینها آیات کلام الله مجید است. به ما میفهماند که بدانید که اینها دوست شما نیستند. خیلی ها شاید این تعابیر رو، این کلمات رو در این عصر زمانی نپسندند، خوششون نیاد، مزاجشون سازگار نیست و بگویند که شما تفرقه ایجاد میکنید، اختلاف ایجاد میکنید. این کلام من نیست، این آیات کلام الله مجید است. من چیزی از پیش خود نگفتم. این آیات کلام الله مجید رو دارم میخوانم و ترجمه میکنم. در 186 سوره مبارکه آل عمران الله متعال میفرماید لتبلون فی اموالکم و انفسکم. حتما، قطعا و یقینا آزمایش خواهید شد در جانهای، مالهای خود و در جانهای خود. لتبلون فی اموالکم و انفسکم. ای انسانها، ای مؤمنان، اونجا خطاب چون به خود مؤمنان است. حتما شما آزمایش خواهید شد در اموالتان و در جانهایتان. در این دنیا محل آزمایش است. ولا تسمعون من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا. حتما، قطعا و یقینا خواهید شنید. ولا تسمعون با سه تا تاکید. حتما خواهید شنید، قطعا خواهید شنید، یقینا خواهید شنید. من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم، از کسانی که خود را اهل کتاب می‌دانند و قبل از شما بودند، از یهودیان، از مسیحیان. و من الذين اشركوا، از مشرکانی که با آنها هم دست هستند، هم پیمان هستند. اذن کثیرا،
آزار بسیاری به شما خواهد رسید. شما از دست اینا آزار بسیاری خواهید کشید. اینها شما را آزار خواهند داد. اینها با شما دشمن هستند. اینها خیرخواه شما نیستند. اینها هیچ خیری رو برای شما نمیخوان. ود کثیر من اهل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا. 4 آیه بعد از این آیه در همین سوره باز آیه 109 از متعال میفرماید که بسیاری از اینها میخواهند که شما اصلا کافر بشوید، برگردید از دینتان. باز در سوره مبارکه بقره آیه 218 مرده متعال میفرماید ولا یزالون، آیه 217 مرده متعال میفرماید در پایان آیه ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. اینها پیوسته با شما در جنگ خواهند بود تا آن لحظه‌ای که بتوانند شما را از دینتان برگردانند، اگر بتوانند. تا آن لحظه‌ای که شما را از دینتان برگردانند نیت دارند، دوست دارند که با شما بجنگند. اینها خیر شما را نمیخواهند. الله متعال میفرماید ما یود الذین کفروا من اهل الکتاب. هیچ کافری از اهل کتاب، هیچ کافری، چه اهل کتابش مسیحی و یهودی و چه مشرکین، هیچ کدوم از اینها خیر شما را نمیخواهند. مشرک خیر تو را نمیخواهد. کسی که مشرک است، در اعتقاد موحد نیست، خیرخواه تو نیست. و تاریخ بهترین گواه برای این حقیقت است. آنچه در طول تاریخ اتفاق افتاده برای موحدین، برای پیروان رسول علیه الصلاه و السلام و صحابه او، ببینیم که یهودیان چه زخم‌هایی بر پیکره این امت وارد کردند و وارد می‌کنند تا به امروز. ببینیم که مسیحیان و نصارا چه زخم‌هایی بر پیکره این امت وارد کردند و وارد می‌کنند تا به امروز. ببینیم که اون مشرکینی که به نام مسلمان، منافقانی که با اینها همکار شدند، با اینها همراه شدند، چه ضربه‌هایی که با امت اسلامی نزدند و میزنند تا به امروز. الله متعال می‌فرماید ای مسلمان، ای انسان موحد، ای کسی که پیرو رسول الله صلی الله علیه و سلم هستی، خوب آگاه باش. اینها نمیخوان که هیچ خیری به شما برسد. ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم. اینها نمیخوان که هیچ خیری از سوی الله متعال به شما برسد. هیچ خیری نمیخوان به شما برسد. ان تمسسکم حسنه تسؤهم. اگر نیکی، کوچکترین نیکی به شما برسه، اینها ناراحت میشن. مصیبتی به شما برسه، اینها خوشحال میشن. استفاده این هست. اینها خیرخواه شما نیستن. مواظب باشیم. اینها عهد و پیمانی با ما دارن. او کلما عهد و عهدا نبذه فریق منهم. در همین سوره مبارکه بقره در آیه 100 الله متعال برای ما فرمود هر وقت اینا پیمانی میبندن، پیمان خود را میشکنن. به پیمانهای اینا اعتمادی نیست. به دوستی و صداقت اینها اعتمادی نیست. به هیچ رفتاری از اینها اعتمادی نیست، چون قلب اینها ما رو نمیخواهد، چون اینها از ما متنفر هستند، چون اینها خیلی برای ما نمیخواهند. اینها آیات کلام الله مجید است. انسان مؤمن دوست خود را باید بشناسد. انسان مسلمان باید دوست خود را بشناسد. الله متعال میفهمد اینها خیرخواه شما نیستند. بله، موضوع دیگر تعامل و اینکه انسان زندگی داشته باشه، همزیستی داشته باشه، همزیستی مسالمت آمیز با کسانی که مسلمان نیستن. این معنی نیست که هر کسی که این آیه به این معنی نیست که هر کسی که مسلمان نیست ما دیگه شمشیر برداریم و تفنگ برداریم بر علیه شروع بکنیم به جنگیدن. نه. الله متعال میفرماید برای ما بشناسید کی دوست شماست، کی دشمن شماست، خیرخواه شما کیست. اینها خیر شما رو نمیخوان. هر وقت با اینها وارد تجارت میشوید، هر وقت با اینها وارد معامله میشوید، هر وقت با اینها قرارداد میبندید، هر وقت با اینها شما یک مذاکره دارید، این مد نظر شما باشد که اصل این است که اینها خیر شما رو نمیخوان. شما جانب احتیاط خود رو رعایت بکنید. شما مواظب خود باشید. به قول اینها اعتماد نکنید، به وعده اینها اعتماد نکنید، به شعارهای اینها اعتماد نکنید. اینها شما رو نمیخوان. همیشه وقتی با اینها تعامل میکنید، اینها رو بدانید که اینها خیرخواه شما نیستن. با این تصور که خیرخواه شما نیستن، با اینها تعامل بکنید. این رو در مد نظر داشته باشید. به اینها اعتماد نکنید. اینها رو خیرخواه خود نپندارید. اینها رو دوست خود نشمارید. اینها رو سفره دلتون رو با اونها باز نکنید. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم. ای کسانی که ایمان آوردید، در سوره مبارکه آل عمران میفهمند در آیه 118 ای کسانی که ایمان آوردید، دوست صمیمی و جانیتان از غیر خودتان نباشد. اینطور نباشد که شما مسلمانان رو با اونها دشمنی بکنید به خاطر اختلافات حزبی، به خاطر اختلافات طایفه‌ای، به خاطر اختلافات منطقه‌ای، به خاطر رنگ، به خاطر ملیت، به خاطر طایفه، به خاطر مذهب، بعد برید با دشمنان بنشینید. اینها خیرخواه شما نیستند.
ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم. هیچ خیری نمیخوان به شما برسد. و ما میبینیم که اینها با وجود اینکه هر کدام از اینها دشمن یکی دیگر است. فکر نکنید که اهل کتاب یک ملت واحد هستند. نه، تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا. الله متعال میفهمد شما اینها رو فکر میکنید با هم متحد هستند و قلبهای اینها با هم متفق نیست. در همین سوره مبارکه بقره الله متعال برای ما در آیه 113 هم میفهمد و قالت الیهود لیست النصارى علی شیء و قالت النصارى لیست الیهود علی شیء. یهودیان میگویند که نصارا هیچ عددی نیستند. مسیحیان میگویند که یهودیان هیچ عددی نیستند. هیچ چیزی نیستند، باطلند. یهودیان عیسی علیه السلام رو کافر میدانند. دوزخی میشمارند. میگویند در قعر دوزخ میسوزد عیسی علیه السلام، نعوذ بالله. و مادر بزرگوارشان بانو مریم رو نعوذ بالله زناکار میدانند. عیسی رو ولد و زنا مینامند. هیچ باوری به عیسی علیه السلام ندارند که هیچ چیز رو دوزخی مینامند. و در همین سوره در آیه 102 وقتی که الله متعال از سلیمان نبی علیه السلام دفاع کرد در برابر آن تهمت هایی که یهود به او می‌زدند، با اینکه سلیمان از بنی اسرائیل بود علیه السلام، فرمود ما کفر سلیمان، چون یهودیان کافر میپنداشتند سلیمان رو. اینها با پیامبران خود چه کردند که باز با من شما بکنن؟ یهود یک سابقه طولانی از جنایت، ظلم، ستم و خلف وعده دارد، حتی با انبیای الهی. یهود در طول تاریخ ننگینش از زمان موسی علیه السلام که چه جنایت هایی کردن در حق موسی علیه السلام و این همه آیاتی که الله متعال تا اینجای سوره مبارکه بقره از خلافت آدم علیه السلام روی زمین میگوید و بعد متصل بعد از جریان آدم علیه السلام و آمدنش روی زمین برای ما الله متعال از داستان بنی اسرائیل میگوید تا اینها رو ما معرفی بکنه، تا اینها و ادعای اینها رو و حقیقت اینها رو و شخصیت اینها رو و جنایات اینها رو برای ما معرفی بکنه. و ما در عصر و زمانه خودمون بهتر از هر کس دیگری تا درک میکنیم این موضوع رو که چقدر این یهود دشمنی دارد با کل جهان، خصوصا با مسلمانان. یک تاریخ ننگینی از خیانت و از جنایت و از دروغ. اینها وقتی با انبیای الهی این گونه رفتار کردن، الله متعال فرمود افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم و فریقا تقتلون. پیامبری از خودشون پیش آنها می آمد، با به طبع و هوا و هوس آنها صحبت نمی کرد، او رو تکذیب می کردن یا می کشتن. پیامبران الهی رو کشتن، تهمت زدن، اهانت کردن، توهین کردن. کسی که به پیامبران الهی پایبند نبوده و عهد و پیمانی که با آنها بسته به من تو پایبند خواهد بود. با عهد و پیمانی که با من شما میبندن پایبند هستند. کلا و حاشا، نیستن. یهود همه را کافر میداند. خود مسیحیان هم یهودیان رو کافر میدانند و قالت النصارى لیست الیهود علی شیء. اونها هم یهودیان رو مسلمان نمیدانند، اونها باورمند نمیدانند، اونها موحد نمیدانند. نصارا اینطور نیست که شما فکر کنید یهود امروز اگر یهود با مسیحیان کنار هم آمدند به خاطر این است که در باور و اعتقاد یکی هستند. نه، اینا دشمن خونی هم هستند. اینها دشمن یکدیگر هستند. یهودیان و مسیحیان دشمن یکدیگر هستند و در جنگ هایی که بین آنها در گرفته، یهود مدعی است که مسیحیان در جنگ جهانی نسل کشی کرده یهود رو و به خاطر دشمنی که بین اینها است. و مشرکین هم نه یهودیان رو قبول داشتند نه مسیحیان رو قبول داشتند و نه قبول دارند. این سه دسته، هر سه دسته اینها، یهود، مسیحیان، نصارا و مشرکین، خود آنها با هم در افتادند. خود اینها هیچ کدام یکی دیگر رو قبول نداره، اما در برابر مسلمان ها ید واحد هستند. چیزی که اونها رو در برابر مسلمان ها جمع کرده دشمنی آنها با مسلمان هاست. یک هدف مشترک همه دارند، دشمنی با مسلمان ها. آن چیزی که در زمان رسول الله علیه السلام اتفاق افتاده در طول تاریخ تکرار می شود. در زمان رسول الله علیه السلام در شدیدترین و سختترین جنگی که اتفاق افتاده است، جنگ احزاب، جنگ خندق نام دیگرش، تمام حزب‌ها جمع شدند. یهود عامل اساسی تحریک اون جنگ بود. یهودی که یهود بنی نضیر، حیی ابن اخطب سردار بنی نضیر، بعد دیگرانی که به خاطر جنایاتی که کردند، توطئه
قتل رسول علیه السلام و نقشه شهادت ایشان رو داشتن و اقدام کردن و نتوانستن و بعد غزوه بنی نضیر اتفاق افتاد و جلاوطن شدن، از مدینه اخراج شدن، به خیبر رفتن، از اونجا نقشه کشیدن، پیش مشرکین قریش رفتن، اونها رو تحریک کردن، مشرکین غطفان رو آوردن، 6000 نفر غطفان رو گفتن ما خرمای خیبر رو به شما میدیم بیایید، و قریشیان رو تحریک کردن و با هم ید واحد شدن بر علیه مسلمانان. در طول تاریخ ما میبینیم که هر جایی که جنگی بر علیه مسلمانان است، مسیحیان و یهودیان و مشرکان با هم جمع میشوند و امروز هم این گونه است. امروز هم یهودیان و مسیحیان و مشرکانی که حامی اونها هستند و دشمنان صحابه رسول علیه السلام هستند، دشمنان توحید هستند، همون کسانی که در زمان رسول علیه السلام با یاران او دشمنی داشتند، با خانواده او دشمنی داشتند، با همسران او دشمنی داشتند و مشرک بودند و یا فلان مدد یا فلان مدد میگفتند، امروز هم همانها با یهود با مسیحیان متحد هستند بر علیه مسلمانان، زیر پرده یا علنی بر علیه مسلمانان دشمنی میکنند. الله متعال میفهمد بشناسید اینها رو. لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشركوا. رسول مالک مائده میفهمد بدترین دشمنان مسلمانان دو گروه هستند، الیهود والذین اشركوا. لتجدن اشد الناس عداوة، بدترین دشمنان شما، بدترین مردم در دشمنی با شما. لتجدن، حتما، قطعا و یقینا، با 3 تا تاکید، بدترین دشمنان رو برای خود ای مسلمانان چه کسانی خواهید یافت؟ الیهود والذین اشرکوا. یهودیان در قدم اول بزرگترین دشمنان مسلمانان هستند. والذین اشرکوا، و مشرکانی که با اونها همراه شدند برای دشمنی با موحدین. الله متعال در این آیه برای ما میفهمد. خب آیا دشمنی اینها تأثیری برای شما خواهد داشت؟ در آیه 186 سوره مبارکه آل عمران الله متعال فرمود لتبلون فی اموالکم و انفسکم، حتما و قطعا و یقینا در جانها و مالهای خود آزمایش خواهد شد. ولی تسمعون من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و من الذین اشرکوا اذى کثیرا، و حتما خواهید شنید از کسانی که اهل کتاب، یهودیان و مسیحیان که قبل از شما بودند، اهل کتاب بودن قبل از شما و الان هم با شما هستند، دشمنی دارند. و من الذین اشرکوا اذى کثیرا، دشمنی زیادی رو خواهید دید، خواهید شنید، آزار زیادی به شما خواهند رساند. و ان تصبروا و تتقوا فان ذلك من عزم الامور، اگر صبر کنید، اگر تقوای الهی پیشه کنید، این بزرگترین کاری است که انجام میدهید. الله متعال میفهمد الله یختص برحمته من یشاء. با وجود این همه دشمنی، با وجود این همه کینه، آیا میتوانند جلوی خیری رو که الله متعال برای شما بخواهد بگیرند؟ اونا که دوست ندارن هیچ خیری به شما برسد، اما الله یختص برحمته من یشاء. الله متعال به هر کسی که بخواهد رحمت خود را اختصاص میدهد، به هر کسی که بخواهد. اگر الله متعال اراده خیری به کسی داشته باشد، هیچ کسی نمیتواند جلوی خیر رو که الله متعال برای کسی اراده کرده است بگیرد و او رو آن کسی که اراده کرده میرساند. والله یختص برحمته من یشاء. الله متعال با رحمت خود را به هر کسی که بخواهد میرساند. الله ذو الفضل العظیم. الله متعال صاحب فضل بسیار عظیم است. الله ذو الفضل العظیم. الله متعال صاحب فضل بسیار عظیم است. فضل الله متعال، بخشش الله متعال، لطف الله متعال بسیار عظیم است. الله متعال خیر خود را به هر کسی که بخواهد میرساند. اینها دشمنی دارند، اینها کینه و بغض دارند، نمیخوان به شما هیچ خیری برسد، اما اینها نخواستن اینها، دوست نداشتن اینها کاری از پیش نمیبرد. شاید تلاشی بکنن، شاید جنگی بکنن، شاید حیله‌ای بکنن، تدبیری بیاندیشن، اما الله متعال و مکروا و مکر الله، اینا مکر میکنند و تدبیر میکنند و حیله میکنند و الله متعال هم در برابر اونها اندیشه دارد و تدبیر دارد و حیله دارد. اونها مهلت میدهد در الله متعال. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم. در سوره مبارکه آل عمران آیه 178 الله متعال میفرماید
و کافران گمان مبرند که من عدل و عظمت با آنها مهلت میدهم، زیرا خیر آنها را میخواهم. خیر این گونه نیست. انما جز این نیست که نملی لهم، من با آنها مهلت میدم، لیزدادوا اثما، تا بیشتر گناه بکنند و نتیجه آن این است که بیشتر عذاب خواهند شد. الله متعال عادل است، هیچ کسی بیشتر از آنچه که انجام داده مؤاخذه نمی کند. به همین خاطر به اینها مهلت میدهد تا بیشتر و بیشتر گناه بکنند و نتیجه آن این است که بیشتر عذاب خواهند شد. این آیه درسی است برای همه ما و شما. این موضوع رو جدی بگیریم، خوب بفهمیم که حقیقتاً اهل کتاب، مسیحیان و یهودیان و مشرکین خیرخواه ما نیستند، خیر ما را نمیخواهند. و در آیات دیگری الله متعال برای ما باز این موضوع رو مطرح می‌فرماید و در این باره صحبت می‌شود. به همین قدر اکتفا می‌کنیم. الله متعال در این دو آیه برای ما در آیه اول ادب و نحوه تعامل با رسول علیه السلام رو مطرح فرمود و فرمود تعابیر استفاده نکنید که دو پهلوست و یا برداشت نادرستی از آن می‌شود. برداشت نادرستی از آن می‌شود. و در آیه دوم هم برای ما این موضوع رو مطرح کرد که زیرا همیشه دشمن در کمین است و دشمنانی که هیچ خیری برای شما نمیخواهند از اینها سوء استفاده میکنند. تعاملتون رو با پیامبرتون درست بکنید، رفتارتون رو با پیامبرتون درست بکنید. در تعامل با پیامبرتان، در تعامل با دینتان، در تعامل با سنت پیامبرتان، آن نکاتی را که سوء برداشت میشود از آن سعی کنید که رعایت بکنید. نکاتی رو مطرح نکنید، کلماتی استفاده نکنید، تعابیر استفاده نکنید که دشمن از آن بر علیه شما سوء استفاده بکنند. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزارم. تا دیدار دیگر و آیات دیگر همه شما صبران و علمتان میسپارم. الله یارتان. عزیزانی که مایل به دریافت این برنامه جهت پخش در کانال‌های خود هستند، با راه‌های ارتباطی زیر مکاتبه نمایند.